خیمه‌های بجا شدگان سیل در پنجه تندباد سخت در ولایت غوری افغانستان. این خیمه‌ها سرپناه کسانی است که 3 ماه پیش سیلاب خانه‌هایشان را ویران کرد. یک فرزند داشتم شهید شده. آمینه و خانواده‌اش از ناحیه مرغابی غور به اینجا مهاجر شدند. دار درخت و دار دیوال شود اتای سیل شده. اگر اشقا بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر در داد ما میرسیند خدا برسد داد. 3 ماه پیش سیل در ولایت غور صدها خانواده را بی خانمان کرد. در این سیلاب‌ها 50 نفر جان باختند. خانه و کشتزارهای زیاد از بین رفت. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیرترین در برابر فلاکت‌های طبیعی است. این کشور به هر نوع فلاکت طبیعی روبرو است، از سیلاب گرفته تا به خشکسالی و تندباد و تباهشوی زمین. وقتی طالبان به قدرت رسیدند، بسیاری از کمک‌های بشری قطع شد. شاید به مردم خیمه و کمک‌های فوری رسانیده بشود، اما این کمک‌ها موقتی اند و زود تمام می‌شوند. حکومت طالبان عهد داده است برای 1000 خانواده سیلاب زده سرپناه می سازد، ولی ساکنان غور می گویند تا کنون هیچ کاری انجام نشده است و آنها زیر این خیمه ها در شرایطی طاقت فرسا زندگی می کنند. همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان تقریب شده و اولادکان ما شودم برون ماندیم، اولادکان ما مریض شده. همه خیمه ها 10-15 خرد کلان کودکان مریض شده. طوفان بیامده سرپناه ما رو ببرده، سرپناه نداریم، هم در روی دشت بماندیم. حدودی 400 خانواده که موقتاً به این محل آمدند امیدوارند خانه‌های وعده شده را برای آنها هرچه زودتر می سازند، اما عین حال محتاج نان و مواد خوراکه ماندند که زنده بمانند و به آن خانه‌های ناپیدا برسند. چای نداریم، باد نداریم،